دوست عزیز، بیا که براتان آموزش بدم که یک آپدیت تاریخی در واتساپ اضافه شده که زیاد وقت میشد که ما منتظر از این آپدیت بودیم اما این آپدیت اضافه نشده بود در واتساپ. بیا که براتان آموزش بدم. دوست عزیز، روی ستینگ موبایلتان که آمدین در واتساپ میان بالای پروفایلتان کلیک میکنین. از اینجا شما دیده میتونین که یوزر نیم دوست عزیز اینجا جدیدن اضافه شده. این چی کار میکنه دیگه؟ بعد از این کافی است که می یوزر نیمتون سرچ کنین در واتساپ. دیگه با این یوزر نیم میتونه که یک نفر برای شما تماس بگیره. لازم نیست که شما شماره تانه به اون نفر بدین. دوست عزیز، چی رقم یوزر نیم بسازین براتون حالا آموزش میتونم. کافی است که دوست عزیز بالا یوزر نیم بزنین. از اینجا کریت یوزر نیم بزنین. اینجا یک دانه یوزر نیم براتون خودتون انتخاب کنین. مثلا من میمانم سعید باش. اینجا مثلا 22 میتونم دوست عزیز. قبول نکرد. این یوزر نیم قبول کرد دوست عزیز. مثلا این یوزر نیم میمانم و از اینجا دوست عزیز سیو میزنم. زمانی که اینو بزنم سیو میشه. برای آموزش های بیشتر صفحه ما را لایک کنین، فالو کنین و با دوستانتان شریک سازید.